نماز کند. جزاک الله خیرا. کسی که سوره فاتحه رو نخوند این اعاده نماز میکند، نمازش باطل است. رسول الله گفتند من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غیر تامه. هر کسی که در نمازش سوره فاتحه را نخواند نمازش پره نیست. مشکلی دارد. قرائت سوره فاتحه این رکن است، رکن نماز. وقتی که نخوندی نماز باطل است. اما کسی که سوره فاتحه رو قرائت کرد به جای ضم سوره کردن التحیات رو خوند. التحیات این سوره قرآن نیست، این یک دعای هست که پیامبر تعلیم دادن. در این حالت البته که یکی از خطاگی ها رو انجام داده، سجده صف به سه حالت کرده میشه. گفتیم یکیش به ترک واجبات و یکیش اگر این در رکعت دوم باشد البته که سجده صف میکند، در رکعت دوم باشد سجده صف میکند. زیادتی در نماز کرد سجده صف، البته سجده صف میکند به همین به پای میرسد. بارک الله فیک.